اکای نومون یک مرد 50 ساله زاده تاجیکستان که در شهر سنت پترزبورگ و اطراف آن با اتوبوس مسافر میکشاند شب 26 به 27 اپریل سال 2023 در درون اتوبوسش در بالای جای نماز جان داده است. جسد الکه سر شده او را صبح 27 اپریل در درون اتوبوسش در نزد ایستگاه متروی شوشاری در کنار جنوب پترزبورگ در حال پیدا کردند که در بالای جای نماز در حال سجده قرار داشت. ظاهرا هنگام ادای نماز او دچار سکته قلب یا فشار بلند و یا یگان بیماری دیگر شده است. دوستانش میگویند اکای نومون چندین سال باز در شهر سنت پترزبورگ اتوبوس میراند و از ایستگاه متروی شوشاری به طرف کلوپینو، پوشکینو و دیگر شهرهای به پترزبورگ نزدیک ولایت لنینگراد مسافر میکشاند. بسیار وقتا اگر برایش صبح بر وقت به کار برآمدن لازم می آمد، اکای نومون در داخل اتوبوسش شب را روز میکرد. آن شب آخرین زندگیش هم اکای نومون یا شب را در اتوبوس روز میکرد و یا پیش از خانه رفتن خواست است که نمازهایش را بخواند و بعد برود، اما اجل او را راست در بالای جای نماز دریافت کرده است. اکای نومون 1 دکبر سال گذشته همگی 5 ماه پیش از مرگش به سن 50 رسیده بود. اکای نومون 1 دکبر سال 1972 در سابق کلخوز مسکو در نوحه وخش ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان به دنیا آمده سالهای زیاد عرابه زندگیش را از حساب مهاجرت در روسیه میچرخاند. او 13 دکبر سال 2017 در نوحه کلوپینو صاحب ثبت نام دائمی و شهروندی روسیه شده بود. مهاجرت یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان باقی میماند. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار عایله‌هایشان به خارج و اساساً به روسیه میروند. هر سال در روسیه تا 1000 مهاجر تاجیک، یعنی هر روز به حساب میانه تا 3 مهاجر تاجیک به علت‌های گوناگون ترک این دنیا میکنند. فلاکت‌ها در جای کار، صدمه‌ها، بیماری‌های گوناگون از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شود. اکثر مهاجران تاجیکی که در غریبی میمیرند در عین جوانی یا مثل اکای نومون به سن نفقه نرسیده به زندگی پدرود میگویند. حالا مهاجران تاجیک در پترزبورگ برای به وطن فرستادن جنازه اکای نومون معرکه جمع‌آوری کمک را برو انداختند. آنهایی که میخواهند در این کار خیر سهم بگیرند میتوانند کمک خود را به این رقم تلفنی در سپربانک گذارند. +7 981 159 27 37